Gudarja Radio Rjatezjash Moskovi dëkën. Slav u demovo bkhir, gudarin delal. Radio Rjatezehund korën bibin toro interneti bwe na u nishani. Malpera rjateze.com. Iro shemije çarde mëshdariye. Gudarja dengu basın haftiyeki bakın. Gudarin aziz درجبری و بسک خیری بلاو بو پیروز به شنگال رزگار بو شنگال تمامی هاته رزگار کرن هیزین پیشمرگه شمو آلیان و دربازی نو باجار شنگالی بون اونها نوند باجار کنترل کرن هنه جیان شهر کولانان قومی هیزین پیشمرگه آل کردستانی سرخانی اونوندان بلند کرن مورال پیشمرگه هم پر بلنده هیزین پیشمرگه تایبتی پیشمرگه این ازدی دیلانی دکن وی آوایی کیف خوشی خو جبو رزگار کردن شنگالی دیار دکن هات راگیاندن هیزین پیشمرگه پرانیا باجار شنگالی کنترل کرنه اونها دی باجار تمامی پاکش دکن جبر که هنه بریندار دیدامانه ایرو جشنا نتوای یا گلی کرده بمبارک و پیروز به امسالک سیمه و دروجان بندو ویروژه بون گدارین عزیز 12 مجداری اپراسیون رزگار کردن شنگالی به سر فرمانداریا سروک هرم کردستانی مسعود بارزانی دست کرد هیزین پیشمرگه پیزک مزن هنگ دبیجن 7500 هنگ دبیجن 20000 کس و شسی آلیان و یریشی شنگالی کرن و بتمامی چکدارین دایشی یبناف باجیر دا دوبریچ کرن سری دا گل گند هاتن رزگار کرن ریا موسل و رقایب تمامی کت دستی پیشمرگه بالافرین هیزین هف پیمانی نوند شنگالی بمبه باران دکن دایش بر پرمی بیچ و بلیجی و درون الگوری هنگ آژانس و چفکانیان هیزین یپگه یپشه یجا هیزین شروانین ازدی یه فرمانداری پاراستنا ازدی خانه و پیشمرگه این پاکیجی شهر دکن خطا باشور و رجواب توایی کتیه دستی پیشمرگه تلویزیون بی بی سی سی ان ان آپی و فرانس 24 و همو تلویزیون کردی وان روجان و اپراسیون کردان بزندی دوشینن دست پیک اپراسیون و حتی نها شروانین کرد گلک گند و جین استراتژیکین در دور و نو باجار شنگالی کنترل کرنه روز دست پیک اپراسیونی هفته سلفی شنگالی هاتبو رزگار کرن و دنجامی دا دست هات دانین سر برگین سرکه ین دایش و بدهان چکدارین تروریست هاتن کشتن و بریندار کرن هر وها بدهان اتومبیلین بمبکری هاتن رو خواندن ایرو تمامی شنگالی رزگار بیه چاوی ما هنیا برونی به نها پورگری درخ اپراسیون رزگار کردن شنگالی هنک پسپورین اسکری ید آمریکای ملد به ملد دگل پیشورگه کردستانی بجداری اپراسیون آزاد کردن شنگالی دبن اوش عرضه کوردینات و انفورماسیون ساغلم ددن بالافرین هف پیمانان دا هدفین دایشی بدن سیزده مجداری سروک هرم کردستان و فرمانداری گیشتی یه هزین پیشمرگه مسعود بارزانی لسر رزگار کردن شنگالی کنفرانس که روزنامه‌نامه شنگالی پیکانی مسعود بارزانی سر اپراسیون شنگالی پیامان دا و راگیاند از شنگالی مزگنیا رزگار کردن شنگالی رادگینم مسعود بارزانی توای کرد و کردستانی پیروز کرد همو پیشمرگین شروانین کرد جبو رزگار کردن شنگالی سپاسیا خوادا سیزده مجداری سرک وزیر کردستانی نیچیروان بارزانی آزاد کردن شنگالی گلی کرد بگیشتی و ازدیان تایبتی پیروز کرد نیچیروان بارزانی راگیاند کد دما زودا هولین خوا جبو آوا کردن و بپارزگی بونا شنگالی بده هر وها سپاسیا آمریکایید که جبو آلیکاریا وان دیریشو کنترل کردن شنگالی دا دریجایا دنگو بسان الگور بردف که پنتاگونی پیتر کوک هزین امریکی ین عرضه بنزیک دگل پیشورگین کردستانی کار دکد و همه روز پیشن یا اپراسیونی بالافران لشنگالی لسیف هفت هدفین دایشی دا و 27 شوان تمامی تک برن الگور فرمانداین پیشمرگه اپراسیون بردوامه فرماندیای هزا پشتوانیا یک یا هزا پیشمرگه سیات بارزانی مزگنی دا و گود جناها و گرتن شنگالی کردستانیان و پیروز به اوکو پیویست و مکر و ما شنگال دست دایشی درخست و راگیاند که حتی نا گور آگایان زیدتری 100 چکدارین دایشی هاتنه کشتن سروک هرم کردستانی که فرماندای گیشتی یه هزین چکدارین باشوری کردستانی یجی سرچای شنگالی بخوا سرکشی اپراسیون هزین پیشمرگه با کنترل کردن شنگالی دکر که 12 مجداری دانی سبهش 3 آلیان و دست بکر درباره پاکش کردن توای باجار شنگالیش چکدارین دایشی دا سیاد بارزانی دا خیا کرن جبو که امهرن نو باجار شنگالی پرزگری که بومبین ودایی هنه جبر ویجی امهدی دی بر پیش وده چن لی بلی از باور ناکم ایدی کسک تدا مبه هر خواه کشک و
و چکدار جی اگر بابه دی وره کشتن. در باری جدایی نوبره هیزن پیشمرگه و ارتش عراقی دا که او چند من اپراسیون کنترل کردن انباری دست بکریه و سرکفتی نبویه برزانی را گیان. پیشمرگه گلکش ارتش عراقی جدایه. عراقی ارتش نینه. او دجاره که امریکا ارتش عراقی پرچک دکه و او جی چکان دایشی را دهیلن. بالافرین شهریین هزین هفیمانیا نو دولتی یالدجی دایشی نو 24 ساعتان دا 40 یریشین ازمانی پیکانین. نونری سروک آمریکایی باراک اوباما هفیمانیا نو دولتی یالدجی دایشی بریت ماکگیرک درباره یریشین ازمانی یلدجی رخستنی آگاهی داد. بریت ماکگیرک سر حساب خوی توییتر راگیان هزین هفیمانیا نو دولتی یالدجی دایشی نو 24 ساعتان دا دنوچه شنگالی و تلفری 40 یریشین ازمانی پیکانین. بالافرین شهری او سیروجه هریم دده بر بومبیان. اپراسیون کنترل کردن بازار شنگالی باشور کردستانی 12 مقداری دانشجوی عالی هزین پیشمرگه و پشتوانی هزین هفیمان دست بکرد. هزین پیشمرگه چکن گران گریشی چپت و بارگین دایشل نو شنگالی کردن. ولیکار سکرتاری گیشتی اینکا بر هم سالن سر اپراسیون کنترل کردن شنگالی گفت تشتن که هاتن سری شنگالی ایشن پرمزن بون. از هیویدارم دم کرد دایش جوی دوری وره باقش کردن و طول شنگالی جوان وره وکردن. بر هم سال هوا گفت از دارم پیشمرگت پیکانین آرمانجی خدا سرکفتی به ایرو چاوین همو گلی کردستانی لرزگار کردن شنگالی و دورین دن ین وقتیای ین کردستانیه. هیویا من اوه پشتی رزگار کردن شنگالی امی همو پهورو دست آوا کردن ور بکن. چاوا مایدی پیش دا گوتش دست بک اپراسیونی حتی نه هزین پیشمرگه گله گند و جین استراتژیک ین در دور و نوباجار شنگالی کنترل کردن و روژا ایروب تمامی شنگال تی کنترل کردن. 12 مقداری شنگالی 4 اتومبیل بمبکری ین دایشی هاتن تقاندن. گوری تخمینان در دور دست چکدارین دایشی نوباجار شنگالی دا بابون لی دور وانش عالی پیشمرگه و هاتو بو گرتن و ریا روی جوان را نما بو. لی دشوا بری دست بک اپراسیونی کمک چتاین دایشی شنگالی رویابون ین مابونجی هاتن کشتن. بالافرین هف پیمانان دشواری چپرین چکدارین دایشی دنوا بازار شنگالی دا بمب باران کردن. لگور آگاهیان چکدارین دایشی جبر بمب بارانان گلک شرپزه بونه. چتاین دایشی زیده نکارن برخواب بدن. لگور آگاهیان شخافتن وان ین تلان دا تی دیتن که پر شرپزه بونه و شب را دبیجن نرون شر بکن هونی هرن بهشتی. درباره زرارین دایشی دوان بمبارانان دا هات زانین گدار کردن چکدارم بریا آمورین بیتلی هات زانین که زرارک مزین گیشتی وان و هجمارک زیده یا چتاین رخصتن دایشی دوان یریشن شوا دسپیک اپراسیونی دا هات نکشتن. دنه میری ازدین کردستانی و سرانسری جیانی میر تحسین بک درباره اپراسیون هزین پیشمرگه بو رزگار کردن شنگالی دا دخیانیک دا. میر تحسین بک پیام خدا پلکفتا دست بکردن اپراسیون رزگار کردن شنگالی پیروز بایی ازدیان کرد. هر وها میر تحسین بک دخوازا لیبورینی کرد که او نکاریه دما دست ببون اپراسیون هزین پیشمرگه بو رزگار کردن شنگالی کردستانی به. میری ازدیان هروا دخواست کرد که پشتی رزگار کردن شنگالی و بداوی هاتن اپراسیونی شنگال وگره سرحریم کردستانی و خلقین وی بچن سرمال و جین خواه. پارلمانتار ازیدی یا عراقی ویان دخیل کیف خوشی خوش به اپراسیون رزگار کردن شنگالی نشان دا و گود خوازی نها از شنگالی بوما. ویان دخیل سر اپراسیون شنگالی گود از پر کیف خوشم ویکی و از پیروز بایل همو ازیان دکم مگلک ایش دید ما شهید و بریندار دا بر همه ویکی جی دید نو چند روزان دا درکوه. دخیل که نهال بغدای گود خوازی از نهال شنگالی و کلک خوش و براین خواهین پیشمرگه بوما. هفسروکی هدبی سلاحدین دمیرتاش سر دست بکردن اپراسیون شنگالی پیامک بلاف کر او گود خواده پشتوانی وان به او پشگریا خو جبوی اپراسیونی آنی زمان دمیرتاش دروپیل خو تویتر داوا گوتیه پیشمرگه او گریلاش بوستاندن شنگالیش دایشی دست اپراسیون که هف باش کرده خواده پشتوانی وان به اتفاق وان دایم به نوچه عالی آژانس نوچن یا فرات نیوسی هزین گریلا روجوای شنگالی دوبریچ کردن. اپراسیون آزاد کردن شنگالی یا هزین گریلاین هپگ یه جیاستار و یه بشه شنگال و فرمانداری پاراستن ازدیخانی 12 مقداری سبیدا دست بکردن. ریا نوبر شنگال روجوا کت بن کنترل هزین گریلا. نووندا بازار شنگالیش عالی روجوا و هات دوبریچ کردن.
الگور آگاهی نه هزین پکیکی و یه بشه ریان جروشلات بر بازار شنگال کنترل دکن هر وقت ریال تل افر شنگال کتبن کنترل وان نوبرو هزین گریلا و چتایندایش دو پیفچون چه بو ده پیفچونن توی روزی دو گلک جک کلوپیلن لشکری و جبل خانه کتن دست هزین گریلا سرک وزیر عراقیش بر سرکفتن اپراسیون هزین پیشمرگه با روزگار کردن شنگال پیامک پیروز بایش سروک حریم کردستانی مسعود بارزانی را شاند. مالپرا سروکتی حریم کردستانی دخیانی که نویسکی دو راگیان پیشمی سرک وزیر عراقی حیدر عبادی به تلفنی پیوندی به سروک حریم کردستانی مسعود بارزانی کرد. و بونا سرکفتن هزین پیشمرگه دو اپراسیون 12 مجدار یا روزگار کردن شنگال دو پیروز بای لوی و گل کردستانی کرد. هفتیا بوری پسپورکی لشکری راگیان که شنگال نوچه کی استراتژیک و پرگرنگه اونها هزین پیشمرگه لور بسی آویان شهر دکن که گرک اف اپراسیون دوان دزانینگه جیانی دواره خواندن یکم شهری جیایی دویم شهری دشتی و سیم شهری کلونن که پیشمرگه باش خواه جیر آمده کریه و ایرو جیب جید که هر وها هات گوتن شنگال نوچه کی استراتژیک و گرنگه که موصول و سوریه پهو گریده ده لب ما بگرتنا شنگالی یک شرین دایشتی برین دربکی مزن بوند که جبر که دایش آسیده بریو دسپیک اپراسیون رزگار کردن شنگالی دمیدیو حریم کردستانی دهات گوتن که اپراسیون پاش دکه فرمانده پیشمرگل عنین روشلات و روژوای جمع دجلی زعیم علی دیار کرد که تو کس نکره پیشیا رزگار کردن شنگالی بگره و گوت ام تجاری پکی را شرد ناکن درقی و مجاری دا فرمانده پیشمرگل عنین روژوا روژلات جمع دجلی گوت تو کس و تو هزک نکره پیشیا پلان پیشمرگل جبو رزگار کردن شنگالی بگره نابه پکی حضرت تکدان پلان پیشمرگل بکه جبر که همو دنیا زانه شنگال باشکش باشوری کردستانیه و هف جی پکیکینینه ما پکیکیت کارب دوست شروان خواه هم بر 10,000 پیشمرگه بسکنه فرمانده کی پیشمرگه دبیجه وی فرمانده پیشمرگه زعیم علی سرمجارا درکتنا شهر پکیکی و پدکه گود سروک بارزانی سوز دایه که حتی صاحب نایل شهر بروکجی درکه جبر ویجی ام تجاری حضراوی ناکن شهر پکیکی بکن ام دخوازن بریو دیالوگی ناکوکین خواه جارا سر بکن یکمین جوینا دوزا ریبری پکیکی عبدالله اوجالان یک اوجالان دژی دولت یونانستانی وکری بو نه مشداری دست پی بو اوجالان که زوستان سال 1999 ها کینیایی هاتو بو گرتن یونانستان گرتن خدا سوش دارد که لما سال 2008 دژی حکومت آتینای دوز وکر بو نه مشداری یکمین رونشتاندن دادگاه اوجالان پایتخت آتینای دست پی کرد اوجالان باوایی که سمبولیک دخواز 20,100 یورو دکه دوزنامه اوجالان دهاتی گوتن که یونانستانی سال 1999 جیرا گوته بو کدی مافی پیدانبری بدوی لی درکت هولی که آتینای افخپاندیه دنجا ما ویکی دا رادستی ترکیه تکرن و بجزای ادامی هاتیه محکوم کرن پاریزیرین اوجالان بیشن اگر یونانستان دوی دوزی دا بنکت اوجالان دوی پرهی بکه خیر خارزی اوجالان و پارلمانتار هدپی یارهای دیلک اوجالان روژا چاری وی مهی چوبو آتینای و تول جوینا روزناموانی یا بریا دادگاه ببو چوام و پیش دا آگادار کرده بو شانده جوات روحانی یا ازدیان کش 7 مجداری حتی 13 مجداری بسردانه که پایتخت روسیا مسکو بو دا خوازا آلیکاری جوی ولاتی دکش جبو رزگار کنو شنگالی و ازدیان که حتی نا دست دایشی دانن و بو آلیکاریا هزین پیشمرگه شانده جوات روحانی یا ازدیان جیانی نوورکا سردان خواه بو روسیا و ها اشکره کر او را گیاند پیوستیا من پشکری و پشتوانی مسکو هیه هف پیمانیا نو دولتی بسرکتی آمریکا وک پیوست آلیکاریا منه کریه روسیا دکاره وانیزدین رواندش رقای رزگار بکه شانده جوات روحانی یا ازدیان چرچوه سردان خواد گل هجبار برپرسین پای بلندین روسیا جویا و دخواز آلیکاری بو کوچبرین شنگالی ین حریم کردستانی و جنوسید ناسکرنا کارست که سری ازدیان کرن افشاند لگل جیگری وزیر کاری دروی روسیا میخائیل بوگدانوف جویا وزارت کارین درو درباره وی راستاتنی دخیانیک بلاف کرد دخیانی تا تیگوتن قدام راستاتنی پرسن درباره رفشا که مانیا اتنیکی و اولی یگران عراقی و سوریه و یریشن هوان یاری خستنا تروریستی یا دایشی هاتنه گوتو بیش کرن درباره نوورکوی جوینش آلی خدا سروک حیات جوات روحانی یا ازیان باب شیخ راگیاند مگلی و گازن خواه با حکومت روسیا گوتن و اگر او رحمه که بحالی ما بکن امی ممنونی وان بن آلی خواه نونر حکومت حریم کردستانی آسو برهان راگیاند
پیام که شاند و ازیدیان هبو که دخواستن بیشن پیدویامه بالیکاری همو دنیای هیه آلیکاری دارایی به مانوی به یانجی آلیکاری لشکری به بو جناب برنا دایشی پرسا پیشکش کردن آلیکاریان بو هیزن پیشمرگه بو گرتن شنگال جی بو مجارا گوتو بیشن سروکی رخصتن پشتوانی و آلیکاری گلی کرد کریم سلیمان جی راگیاند ما دخواست کرد که آلیکاری حکومت هریم کردستانی و هیزن پیشمرگه شمو آلیان و اواره کردن تایبتی هیزن کل شنگال شردکن اندامی وی شانده و مرکم جی گود تایبتی لسوریه پیوستیو ما بالیکاریا روسیه هی که جن زاروک و کچن ما جور رزگار بکن نونری حیات روحانی هر وها هفدیدنک الپاتریارکیا دیر روسیا یا سرکه یا ارتودکسا پیکادین دنوا دخوازن شاندا میواندا وکرنا او دیگه بویزیان الموسکو جی هبو و سوزا آلیکاری دوی واری داجی ورگرتن دونه سیزده مجداری حیات جوات روحانی ازدین جیانی ریکتن چون ولادن خود وزیر دروایی بریتانیا فیلیپیمون گفت که درباره آلیکاری لشکری یم بریتانیا بو باشور کردستانی دا وان هزین کردی ین که شری رخصتن دایش دکن گفت بریتانیا دل سر آلیکارین خواهین لشکری بو هزین کردی بردوام به باشوری باجاری هسکی روجوای کردستانی پشگری بالافرین شیر ین هف پیمانیا ناو دولتی هزین سوریا دموکراتیک چند گند جبن دست دایشی درخستن هات راگیاندن دنجام شردا امیرک و 16 چکدارین دایش هاتن کشتن جالی خواجی نوند راگیاندن یپگی نسنامای 4 شهید خوا اشکره کرد که هر دروژین شردا نزیکی باجارو که هولی ین باشوری روجلاتی هسکی شهید کته بود ارتش روسی روز دشمی راگیان کد نو هفته دو دمجمارین بوریدا 448 برگین دایش کردن آرمانج وزارت بروانی روسیه دخیانی کد بلاف کرد بالافرین شیرین روسی نوجین حلب ادلیب لازقی هما همس رقا و شام بمب باران کردن و دنجام دا زیان مزن گیشته دایشت و ری برتفگر ریخستن تروریست هات قد کرد السوريا دجي ريخستنا دايشي ارتشك نويا چکداری بناوی ارتش نويا سوريا هات اوکرد ارتش نويا سوريا دازانين کو ارمانجا وی ارتش شهر دجي دايشي وجنا برنا وی ريخستنيه الگوركو اف ارتش نو دبيجه دايشي زرارك مزن داي خلق سوريا ودوي ورات نکرن چکداری نوی ارتش سرگلک ميتودين نو ين شهر هاتن پرورده کرن و چکن مدیر کتن دستن وی ارتش نو ریوبری سازی آسایش فدرالی روسی یوگینی سیسوف هفته بورید کنفرانسی که دال باجاری سوچی روسیه راگیان حتی نیو سال 2015 هجمار چکدارین دایش گیشتی نزدیک 8000 کسی یوگینی سیسوف گفت جوی هجماری 5000 چکدارین دایشیل سوریه نه و 3000 چکدارین دنجیل عراقی نه سیسوف دست نشان کرد هجمار چکدارین دایشی هجمار لشکری هنک ولاتان زیاده تره ریوبری سازی آسایش فدرالی روسیه هر و داخیا کرد که زیادتری 3000 چکدارین بیانید نورافین چکدارین دایشی دونه که پرانیا وان خلق ولات روجلات ناوین و با کوری آفریقایی نه که بری خودانه عراقی و سوریه وی برپرسی روسی دا کفشه که 7000 چکدارین دایشی جوالاتین یکتی سوویتی یا بری و هروا روسیایی نه گور راپورتن به سازی هشته ولاتین جیانی خلق تل رافین دایشی بونه و جبو وری خستنی شرد کن چکدارین بیانی ین دایشی بتایبت جوالاتین فرانسا بریتانیا آلمانیا امریکا کانادا روسیا مراکش اوش عربستان سعودیه نه نوند راگیاندن و چپمنیا یکیناین پاراستنا گل یپگی دخیانی که راگیاند که ارتش ترکیه و چکدارین دایشی یریشی کوبانی کرن یپگی دخیانی که راگیاند دایمشداری ارتش ترکیه بچکینگران یریشی سینوری کانتون کوبانی یا روجوای کردستانی کرد یپگی هر وها گفت که دایشی یریشی باجاری که بزانی یل باشوری باجاری کوبانی کرد که انجام دا 4 سیویل شهید بود هفته چوی سرک وزیری ترکیه احمد داوطوغلو راگیاند ترکیش آلیکارین که آمریکا ده یپگی او پیده نرازیه او گود لی اگر آمریکا بخوازه هزین کردیین در و یپگی چکدار بکه یانجی آلیکاریا پیشمرگه بکه وی چاخی ترکیه ده پشگری بکه سرک وزیری ترکیه احمد داوطوغلو تلویزیون امریکی یا CNN سرشار دجی دایشی آخوی او گود ترکیه ایدی هر روز دجی چکدارین دایشی ین سوریه یریشین ازمانی پکتینه لی اگر استراتژیک باش و برفره به وی چاخی ترکیه دکاره دواری بجایی دجی شهر دایشی بکه وزیر ترکیه لمبر آلیکارین که آمریکا ده شهروانی یپگی ین روجوای کردستانی جی نرازی بو نشان دا او گود امن دجی و یکینه چمکی پیده گریدای پکیه و افجی ریخستنه که تروریستیه
نوچه گوری یا چولمیرگی شهر پیکی و هزین ترک دا لشکر کات کشتن. لگوری میدیو ترکیه دسپیکو هفتیو بوری لسریو شمزینان و گوری هزین ترک راستی گریش گریلاین پیکی هاتن. لگوری آگاهیان بویاری دا افسیر کات کشتن و پلیس جبرین دار بو. هات گوتن که پشتی بویاری هزین ترک ازمان و عرضه دا دست اپراسیون که برفرک. دولت ترک فرقینی بتانک و توپا کته باجیر. نو دوبریچ دا تفتیه که دا 6 کرد هات نکشتن. فرقینی دا بحزار نشتجی بروژنه راستی تیرورا دولت ترکانته. نو جای الکتریک اینترنت هات یبرین. آستنگی آبوری و جواکی بردوامه. و کشتن کسین سیویل بردوامه. نشتجین فرقینی بانگی همو گلی کردکن و پشتوانی دخوازن. پشتی هل بجارتنم دولت ترک باجارین کرد راست دکه آرمانچ و یریشی گل دکه. نوچه فرقینی آمدی دم اتوبوس پلیس در باز به جدور و ماین کات تقاندن و دنجام دا 8 پلیس بریندار بود. پشتی تقین الهرم بیاری اپراسیون هزین ترکیه هات دست بکرن. قدغه درکتنو درول باجاروکی فرقین یا آمدی دومه و ایرو در بازی روزه 8 تان بود. فرقین شر و پیفچون دنابر هزین ترک و شروان هدگی هداد دومه. گوری آگاهی نووان روزن که در کتنا در واتی قدغه کرن هری کم 7 کس هاتنه کشتن و در دور 10 کسان جی بریندار بونه. ناف کشتی و بریندار دا پلیس و سیویل جهنه. دنگو بحثین جیانه. باز که رخصتن داعش لافغانستانی دست سرجی کردن خلقی کرد و لگور آگاهین چوکانی نوچین چکدارین داعش نوجه زابول یا افغانستانی سری 7 کسان جی کردن که 3 جوان جن و 1 زاروکه. جالی که دن و رایدارین دولت یا نوجه زابول یا افغانستانی راگیاندنه چکدارین اولیگری ریبری کوما طالبانی ملا اختر محمد منصور افکاسین داعشی که برپرسی سرجی کردن وان 7 ولاتین سیویل بونه گرتنه و ایدام کردنه. هفتیو بوری یکتیو اروپای درباره پرسا کردی دا راگیاد بلا هفدیتنن آشیتی جنووا دست بکن. کمیسیون یکتیو اروپای راپورا پیشکتنن 2015 یاد درباره ترکیه دا مهکه بدرنگی اشکره کرد. راپوری تاب تایبتیل سرویجارین دموکراسی و مافین مروو رخنه اندجوار هنه. گور راپورا کمیسیون اروپای لنبری پیکه اپراسیون برفره هاتنه دست بکرن و دو پرسا کردی دا پیواجوی چارسیریه پاش دا چیه. نا الباجارین کردان رو دایی مترسیه لسر مافین روان چیدکه. روز هفته مجدار جوین کمیتا دیپلماسیا هفباش یا سیف پارتی و رخصتن کردستانی بروکسل پیکات. د جوین دا برفریست سررفش سیاسی یا کردستانی و رجلات ناوین نقاش و گوتو بیشاتن کرن. تایبتی روش و انجام البجارتن پارلمنتوی ین ترکیه و الباکوری کردستان پیکاتی هاتن نرخاندن. د جوین دال سریریشن هوانه ین دولت ترک ین سرخلق سیویل و هریمه و هروا سرپرستان میدیا هات روستاندن و جوین وان یریشن توندی شرمزار دکه. هروا الباکوری کردستانی پشگریده ده و آواکردن ریوبرین خاصل ینگالی کردستانی. جوین روشد هر 4 پرچین کردستانی لینی و قرارت آنگوری قبول کرد. داوی کمیته دیپلماسی یا هفبش بریار دا که پیوندی گل جواک نمنتوی و همو ریخستن نو دولتی بکه. دمین دمی دا بانک همو پارتین سیاسی ین کردستانی دکه که تول کمیته هفبش ببن و به هفر کاری دیپلماسی بکن. جوین هروا هفلین پارلمنتارین یکتی اروپای ین که دخوازن پکیش نولیستا تروری درخن ببلندی درخینه و به هر اوایی پشکریا واندکه. گدارین هجا او بو بشانا دنگو باسن هفتیه که شر 4 پرچین کردستانی و کردن دیاسپروی هروا نوچین نونتوی جوره کدن هفتیاتی دیسا السروی نامو نیشانی بنجامون چین هفتیه که امی راستی هفبین پیویا رفش آرامی و آشتیل هر 4 پرچین کردستانی دا اوب تایبت شنگالی. برنامه نوچین یا رادیو اوریات زه با راستورکی پیشکشی وکر. حتانی شمیاتی بمینن نو خیر و خوشیه دا.